سلام و به آزادی آنلاین خوش آمدید. در کمتر از 3 دقیقه دیگر درباره انتخابات پارلمانی و تقابازی در تاجیکستان و بحثی به ارتش رفتن و نرفتن پسران وزیران صحبت میکنیم. ویدئویی را که میبینیم در تالار دانشگاه قرقیزستان و ترکیه در بیشکک برداشتند و در اینجا دیپلمات‌های تاجیک دانشجویان را به شرکت در انتخابات دعوت میکنند. من کوشش میکنم فرق داشته باشید و مثلا با منظور گپ زدید. اگر فرق نداشته باشید بچه‌ها همتون منتظرم بگید که یکم فرق میبینید که میبینید اکا اوشی همه اینترنت اینو تلفنش برداشته است میگه چی فرق می‌کنه باشه که موضوع در اینترنت حرف آنگونه که می‌دانید انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان روز 1 مارس صورت می‌گیرد. اکنون درباره خدمت در ارتش که موضوع همیشه جنجالی صحبت می‌کنیم که با نزدیکتر آمدن موسم دعوت بهاری داغ‌تر می‌شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هفته گذشته گفت خدمت در ارتش که مسئله بدرفتاری در آن داغ است فقط وظیفه مردم عادی نیست بلکه فرزندان وزیران هم باید بروند. میروند یا نه؟ نه نمیروند. از این پس من باوری دارم که هم بوی و هم کمبغل یعنی به خدمت حربی میروند. پزاکون با تمسام بروند مثلا. اگر جناب عالی گفته باشند باید چیکار؟ بیشتر از 100 کاربر زیر این ویدیو در صفحه رادیو زودی در فیسبوک شرح گذاشتند و جمله دیما کدیروف نوشته است. میروند نامشون را ثبت میکنند دیگر از پی کارو بارند. باور ندارم که بچه‌های بای و بچه‌های کارگران دولت به خدمت بروند. اینها از حالا بلیط حربی دارند. کاربری با نام پرویز شریپوف گفته است که بعضی از فرزندان مقامات بلندپایه در صف نیروهای مسلح تاجیکستان خدمت میکنند. او نوشته است: من به این باور دارم از 99% 2%ش میروند، برای اون که همراه من فرزندان منصبداران هم بودند. یک تاش پسری معاون فرمانده قسم حربیمان بود که آنجا خدمت کردم. کاربری با نام آیت الله خواجه‌اف هم ظاهرا در صف نیروهای مسلح خدمت کرده است که چنین شرحی را نوشته است: یک تاش را در یاد دارم که روز استراحت با ما فوتبال بازی میکرد و دیگر روزهای هفته از خدمت حربی نیست میشد. امیرجان امینجانی هم در فیسبوک نوشته است باور ندارد وزیران گفته رئیس جمهور را اجرا کنند. فرزندان منصبداران سطحی پایان، رئیسان جماعت، شهر، ناحیه ها ممکن بروند، اما باور ندارم فرزندان و حتی نبیرگان رئیسان ولایت ها، وزیران، معاونان وزیران، پروکورور سود و خدمت بروند. تا حال ندیدیم و نشنیدیم که آنها خدمت کرده باشند. شما هم نظر و اندیشه‌های خود را نویسید به تلفنی که می‌بینید بفرستید. همین رقم با واتساپ، تلگرام و وایبر و ایما برای ویدیو و عکس‌های شماست. تا دیدار در برنامه دیگر.